پیشرفت دستفروشان در بازار جدید چمن حضوری. تغییرات که آمده، پیشرفت که صورت گرفته، البته کسایی که کار میکنه اونا پیشرفت صورت گرفته، کسایی که کار نمیکنه خب طبعا اونا پس دوباره رفتن و ساعاتی که قبلا کار میکردن این قسمت ها. اینمی بوتا مثلا ای با 3,500 روپا 300 روپا متوادره ای با 300 روپا ما اینجا سودا میکنیم. وطنی هستنی؟ و ایرانی است بیادر. ایرانی است. اون چند سودا میکردین؟ اونجا 400 4,5 ساعت همون تو سودا میکردیم. چون کرا داشتیم. کرا داشتم. داغه نه زه دلته خوشاله یم چې هلته لاس جوړې خرطوم دلته 15 زه به دې خوشاله یم ځکه لاره مې نه ده بنده کړې خپل دا وجدان مې دا هغه راکوي چې یاره دا ځای صحیح دی راحته یم. خدا آمده زیادتر مردم اینو جای گرفتن ولی پس رفتن. و دیگه اقتصادشون خراب است میگی اینجا باشین چی بخوریم. صبح تمیال ما خودم ناچاری اینجا آمده گفتم باش آینده اگه خوب شوم اینجا کار بار ما شوم خدا خوب کنه اگه ما میال دمی یک پنج دیگه هستم در روز که دید ما در بازار میرم. مال هم مال اچوره ده خو بازار یو ذره کمزوره ده وخت سره بخشي ان شاء الله وخت سره بخشي تمل رو ورته تمل رو امید لرو زنانه است دخترانه است رنگارنگ چپلی بود خوبش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و نهایت باره هم وطندارای عزیز سلام، وقتتان بخیر. آرزومند هستم که خوب باشید، صحتمند باشید و شب و روز ماه مبارک رمضان به خوبی و خوش سپری شد. رقیب رفی هستم، باز هم خدمت شما خوبان قرار گرفتیم و ما امروز آمدیم به ساحه چمن حضوری، بازار جدید دستفروشان. شما ببینید که در این ساحه بیشتر از دستفروشانی که در شهر کابل در سطح شهر دیتو پراگنده بودن، کاروبار میکردن و مصروف هم دستفروشی خودن بودن، آمده در این قسمت جای بهشان مشخص شده، تعیین شده و تغییرات که آمده، پیشرفت که صورت گرفته. البته کسایی که کار میکنه اونا پیشرفت صورت گرفته، کسایی که کار نمیکنه خب طبعا اونا پس دوباره رفتن و ساعاتی که قبلا کار میکردن اون قسمت ها دوباره رفتن. ولی قسمت خوب است که این قسمت کسایی که کار میکردن و یا هم کارگر هستن اونا کارشون ادامه میته و لذت هم میبرن، غریبی هم میکنن و مصروفیت هم برشان تعیین شده که مصروف باشه. سلام علیکم. خوب هستید شما؟ صحت داری؟ اسم شما چی است؟ نورخان. نورخان. پیرونتومان میفروشید؟ بله. نو است؟ هم مستعمل است هم نو است. خب کدامش نو است کدامش مستعمل است؟ یا رنگ جوراست. خب یا نو است. این نو است؟ دیگه این دو تا سه تا نو است؟ یا مستعمل است. مستعمل است؟ نو معلوم میشه. نه مستعمل است. خب مستعمل است. باز رنگ جوراست حال دیگه. خب چند است مستعمل چند است نو چند است؟ مستعملش میاد دیگه 2,500 1,500 300 مستعمل نو چند میاد؟ نوایش میاد 400 و هم 3,500 هر دوش دیگه یک خب فرق نمیکنه یا فرق نیست مثل زینا نباید به نظر میاد دیزاین دار کسانی مستعمل است. این دیزاین دار چند است اینا یا نو است؟ یا نو است. یا نو است یا مستعمل است. نه مستعمل است یا خب یا چند است بس قیمتش؟ یا باز 1,500 200 میاد. ارزان است دیگه. ارزان است. هیچ از دور فهمیده نمیشه که غریب و غربت است دیگه. کلگی حال غریب است در مقصد که بپوشیم و یک چیزی که استفاده کنیم سعی کنیم قسمتش هم یام نو معلوم میشه یام نو معلوم میشه مکمل. اما از یخنش هم ببینیم معلوم میشه که نو است زیاد استفاده نشده. مستعمل از کجا میخرید با شما؟ باز خوب است دیگه ما اینمی در افساشون که تصویر ما شما معلوم شد. نمی سرک یمی چیزای پلاستیکی
که مفروشه در خانه خصوصی میکنن واسه از کالا میگیره باز 200 جوره شو 300 جوره شو باز ما بر ما میاره باز ما 200 جوره 300 جوره رو ما باز از پیش او دست فروشایی که در اونجا است در پیش خانه که میره تشت و ظرف یگان چیز پلاستیکی میبره شما از اونها میخرید خوب است دیگه چیز براتون میمونه نمیمونه خوب است دیگه در نو زیاد میمونه در مستعمل زیاد میمونه در اردوش دیگه بگویم دیگه اردوش فایده داره اردوش فایده داره من گفتم که پیشرفت کرده امی قسمت که دست فروش آمده کسایی که کار میکنه واقعیت پیشرفت کرده نکرده پیشرفت کرده خب مردم خود ما را یک ذره یه چیز حالا اینجا بر ما مقرر کرد خب بعضی جا شانسته کو رفته از اینجا بعد هم جای سابقشان اگه نمیشه که برای خودشان تعیین کرده نمیشه که استاد می بود باز یک پیشرفت میشه بازار جور میشه حالا سعی کن نسبشان دیگه از کم بازار ما را خراب کردن بازار خدا همونجا خراب شد همینجا خراب شد اینجا باز مردم میایند این روزا دیگه از صبح که استاد هستیم دیگه وال یک جورام نفروختیم اصلاف نشده خب خداوند مهربان است شکر حالا خو رمضان است زیاد مردم نمیبراید پیش از رمضان چطور بود پیش از رمضان خوب بود چرا کلگی همیجا بود کلگی میشه بود حالا خو رمضان است اونجا میگردن به خاطر که اجازه است برشون کمتون غیر رسمی دیگه اجازه است رسما اجازه نداره غیر اجازه بگیری دیگه میمونه باز اجازه که نگیری دیگه نمیمونه پیام گفتنی خود داشته باشی پیام ندارم دیگه خب ما خودم محصل هستم اومدیم اینجا در کجا بود اینجا یا در کدوم ولایت در نمی کابل در کابل غیر پانتون خب خانه دیگه چیست اصلا نه دیم کپتین است خب خوب است دیگه باز چیز برات میشه دیگه شکر است فیسا ارزان است قیمت سال خوب فیس دیگه سمستر 15000 چی میخوانی تکنولوژی تیوی میشه دیگه چیز براتون سال 30000 به 10000 دیگه مصرف 40000 باز از اینجا پیدا میکنی دیگه در خانه میگن خرج مرج میبری دیگه مجبور هستیم که بریم مجبور هستیم ببریم مجبور هستیم کلام شدیم دیگه نه مسئولیت داریم بله بخیر باش لوله گلم سلامت باش تو خوب هستی والا شکر است بخیر هستی زنده باشی روزام نگرفتی گرفتی چند سال است 14 سال است سال اول روزه میگیری سال اول است مکمل گرفتی یا نه مکمل گرفتی تا بالا پس از یاد میگیری دیگه پس از یاد میخوری میگیرم خب بخیر باش لوله گلم شکر سلامت باشیم دوستا شما هم میبینید که بازار میگن که دوباره کم رنگ شده قبل از رمضان بازار خوب بود ما که آمدیم بیرو بار بود نام خدا بازار خوب بود بیرو بار مردم بود زنانه مردانه همه چیز مردم میخرید سمساری لباس پوشی بود همه چیز بود ولی حالا میگه که دوباره بازار کم رنگ شد دوستای عزیز برنامه ادامه داره و ما هم در ساحه چمن زوری هستیم که اینجا هم بازار نسبتا شور خورده سلام علیکم السلام علیکم خوب است ان شاء الله جور بخیر شما جور است صحت دارین الحمدلله اسم شما اصیل خان مینوم د باگرام ولسوالی ولایت پروان اصیل خان څومره وخت کې چمن زوری ته راغلی کار کوي 2 میاشتې وکیږي جناب 2 میاشتې کې او 2 مخکې لدینه چیرته وي سینما فامیر کې وروره کراچۍ هم درلودله او موږ تختونه درلودل تختونه ولا هلته بوټ خرڅوله هلته هم بوټ خرڅولو خپل مال دلته راوړ خپل مال هم دلته راوړو دا د څو غرفو جای تاسو شنیولای دا اوس دا خو تقریبا 4 غرفو ځای اوس موږ نیولای ده فعلا کرایه ورکوي کرایه نه ورکو چوکیداری 15000 روپۍ ټاکلې ده د څونه وخت د شپې نه د هفتې د هفته 15 افغانۍ افغانۍ و پیسې کم از دیگه زود خو نیست قدر پیسې زوایم ډېرې دی خو چې کار سوی اوس موږ د سار نه د یو جوړه خرڅه کړې نو یو جوړه به موږ چای وکړو خو د شاریانو نه موږ دا خواسته اول خو تاسو نه مننه چې تاسو راغلی او دلته د خلکو پوښتنه وکړه دوی باید راځي دلته خریداري وکړي دل پس موږ پس کرام نشته ان شاء الله موږ جنس کالتم 1500 شپږ خرڅو دلته موږ کوشش کوو چې 350 دوی باندې خرڅ کوو ځکه هغه د کرام موږ باندې نشته موږ باندې سره د احساس دی چې وروره ارڅو چې موږ ته پاتې شل ډیر شپې موږ ته پاتې جوړه کې صحیح دي او یعنی قناعت کوي او موږ ته شل ډیر شپې جوړه کې پاتې او لاس 15 جوړې 300 روپۍ افغانۍ ته بس قناعت بکنو بسیار خوب در ماه رمضان مردم میگه که بازار کم رنگ شده راست است یا دروغ است
اما تو است کمرنگ است فعلا خو ان شاء الله امید است که جور شود. جور شود. کسایی که آمدن در اینجا جای گرفتن، غرفه گرفتن، به یک امید آمدن که یک روز پیشرفت صورت میگیره ان شاء الله. جایشان مشخص شده. جایش مشخص تا اینمی نمبر پلیتاش برای شانده نامش نوشته کده بیادر. آفرین. دیگه امید است که خوب شو آگاهی تو باشه که ما دیروز خو ما هیچ اسلاف نکردیم. خب امروز یک جوره سودا کردیم. همین یک جوره ما حقیقت بگم روزه گرفتیم 30 روپیه فایده کردیم. 30 روپیه فایده. نه 3-4 نفر هستیم اینجا 30 روپیه خو نمیشه. نه نمیشه. نمیشه بیادر که به 30 روپیه خرج مصرف نمیکنه. خانه میجا رئیس تا بیادر 10000 روپیه ماهی میتونیم. خدا کنه این جور شد. امید است که ایره ما میگیم که خوب شود. خوب شود. این مردم که بیا ان شاء الله که خوب میشن. بازار سر مردم است. ان شاء الله خو ما از مردم تقاضا میکنیم که بیا اینجا جنس ارزان است. بله. که اوجا 500-600 روپیه ما سودا میکنیم، اینجا 300-400 سودا میکنیم چون با سر ما کار نیست فعلا. این دولت تعیین نکرده. بله. شما هم باید همکاری کنی که بیا در رواج شده. قبلا وادر بسته بود، مریضی مردم داشت، عجل کار داشت، شما به دفتر میرفتی بیادر نمیرسید او وقت. این همکاری کنه باید ما ایجاد جنس ارزان بفروشیم که مردم بیایه. غریبی شود. غریبی شود. این تفلانه است یا کلش مال لیلام است، لات است به حساب. لیلامی. یا محکم هم است. این بسیار وادر خوب بود است بیادر تو سایکو یعنی 11 نمبر وادر خورد به 1.5 روپیه ما سودا میکنه. اوجا 2.5-300 سودا میکنیم. قیمت سودا میکنیم. یعنی اسکچر از بسیار وادر خوبه 100-1.5 اینجا سودا میکنیم بیادر. ارزان است. ارزان است. با پای مام چیز است یعنی سینی بوتاشان است. اینمی بوتا مثلا ای با 3.5 روپیه 300 روپیه متوادره. ای با 300 روپیه ما اینجا سودا میکنیم. وطنی است نه؟ و ایرانی است بیادر. ایرانی است. اون چند سودا میکردین؟ اوجا 400-4.5 همون تو سودا میکردیم. چون کرا داشتیم. کرا داشتم. مثلا اینجا ایکو چپلی ما آوردیم. اینا بیادر. باش که ما پیش برم که مثلا بازار اوجا 13-14 روپیه. اینجا ما 900 روپیه سودا میکنیم بیادر. چپلی ایکو است. بهترین جنس است. سبک است راست میگه واقعیت است. نه. این نه از اگه چیز لامی نیست. مثلا بدلش هم نیست، این اصلیش است. خب. دیام به چیز غریبی میمونه براتون. یک 50 روپیه میمونه بیادر بس است. سیزن اید آوردین دیگه. به سیزن اید آوردیم. خب دایی نسبتا شاید بازار شور بخوره. خب امید است که شور بخوره. اگر شور نخوره خب اینا ما خودم تخفیف دادم که بیادر کسی که میایه مثلا اوجا 1200-1300 روپیه سودا میشه، اینجا با 900 روپیه ما سودا میکنیم. 900 سودا میکنین. زنان هم گفت شما هست. زنان هم هست و چپلی دخترانه هر چیز هست. آفرین. اینجا کدام گفتنی داشته باشه روزه چطور میگذره ولی را بگو تو. خوب است، شکر است. بسیار خوب میگذره. بسیار خوب میگذره. اگر روزا کوتاه است تشنگی نیست. نیست گفتنی داشته باشی در کامera بگو. اول خو د ټولو مننه کوو چې د خلک دلته راغلي دي، امید مانه چې دلته اوسېږي او کار نشته بیا هم وادره ده یو وسیله کوي چې یاره د بازار به جوړ شي د دې خلکو نه چې خپل تاوان کوي. خو منتها دغه پیاده‌روونه ما په خپل نظر چې پیاده‌رو موږ بند کړی و یا عاجل چا کار درلوده د هغې نه زه دلته خوشحاله یم چې هلته 10 جوړې خرڅوم دلته 15 زه به دې خوشحاله یم ځکه لاره مې نه ده بنده کړې. خپله دا وجدان مې دا هغه راکوي چې یاره دا ځای صحیح دی راحته یم. نو ښاروالي سره په عذاب وه موږ به هم بله چاره نه درلودله منډې و بیا راسه لاړ سه دې نه دا ښه خبر ده. خو همشانیان موږ تقاضا کوو چې راشي او جنس دلته واخلي. دوی هم دونه باید فکر وکړي. ارزان هم دي. خیر اوسې کور ودان. مننه خدای په امان. کور ودان. خوب است دوستا که اون خودشان هم میگه که ما وجدان داریم و به خاطر از این وجدان خود که پیش وجدان خود خجالت نباشیم آمدیم و کار خود در جایی که و ما از طرف دولت مشخص شده ما انتخاب بکنیم. مثلا منظوری هم بازار است که بعضی ها در کوشهای اول در ساحات اول است و قسمت باز خوب است که اینا کار میکنن و نسبتا بازارشان خوب میباشه و مردم هم میادن دروازه کارشان خوب میباشه.
و اینجا همین خوب است که مردم همه چیز آورده. سلام علیکم. خوب است ان شاء الله. صحت دارین؟ اسم شما؟ عبدالکریم. مساله دیگ و دارو دیگه پا دیگه. خب این طرف استاد شما من. خب بازار چطور است؟ بازارا نیست. بازار نیست. نه. پیش از رمضان خوب بود. کم پیش خوب بود. کم بیشتر. در رمضان باز ضعیف شد. این معلومات کی است؟ کلاگی بسته کرده. بسته کار نیست که بسته کرد. یعنی کار نیست که بسته کرده. مردم یکی میاد یکی نمیاد. خب یعنی باید مردم بیاید دیگه. مردم بیا، مشتری بیا و کار شو غریبی شو. دسلاف کردین امروز؟ فعلا نه. تا بول دسلاف نکرد. کدوم میشه خیلی گل میدیا. باز هیچ دیگه فکر کنی غریبی نیست فعلا. والا فعلا نیست نه. روزا چطور میگذره؟ خوب است شکر است. خواست چی است؟ خواهشتان چی است؟ چی شوا باید؟ خواهش غریبی از مردم دیگه فروشات شو. کار سر مردم است. اگر مردم نخره خو کار. مردم مردم گفتنی داشته باشی بگو. که مردم بیا در کار غریبی شو و بیا در دیگه شو. دیگه نه تو گپ. اگر خوب جایم گرفتی اینا. جای صحیح. دروازه بیادر. موقعش خوب شه. خوبش است. خودتون انتخاب کردین یا نه براتون دادم؟ نه همین دادم شاروالی به حساب امضاگک میکرد. ما خدا جاده بودیم نه در پیش شفاخانه میوان. ای که آمدیم بیادر از این طریق امضا اونجا نام خوانده میره با جار توزیع کرد. اونجا چه وقت دستفروشی کرد؟ اونجا خیلی وقت 12 سال اونجا. 12 سال. غریبی میشد. والا خوب بود داشت. در پیش شفاخانه میوان. دم پیاده رو بود. این تو 3 ماه میشه که اینجا آمدید. 3 ماه تقریبا. سرکار زیاد تاثیر کرده. زیاد چطور نه؟ حالا خو سیزن عید است. شام میری خای خشک خالی بیادرش گپی نیست. هیچ گپ. اونجا باز کرا نداریم. کرا نه، چوکیداری داریم. نو شروع کرد اقدام کرد گرفت. هفته 70 روپیه چوکیداری میکنه. 70 روپیه. و اونجا چقدر میدونی کرا؟ اونجا هفته 100 روپیه. همین مردم بود. همین شرکت والا. همین شرکت والا که آمد بیادر گل همونجا مارز همونجا هم پراند اینجا قید کرد همین شرکت والا همینجا کنترل همین در شرکت خصوصی است. همین شرکت والا در دست از میسه. همین برام با خدا. بشه. دان میره باز. بشه. بخیر باشین سلامت باشین. در مجموع میگه بازار خراب شد چون دستفروشا همگی رفته به ساحه تیمورشاهی، سینما پامیر، جاده میوان اون قسمت‌ها پس رفته و اینجا هم بازار خراب شده. متوجه پس یعنی خوب است ان شاء الله. خیرت نیست. پشتو میگه فارسی میگه. هر دوی شهر کن شکایت داری. خوست که دوی شاد داری. جان جورس ان شاء الله. شکر فضل خدا. نامت چی است؟ نام عبدالحی. عبدالحی. اما دیگه پس یعنی کمی دستفروشا خودشان رفتن بازار مکم عکس شد. یه چیز به حساب پوجا در بازار خود هم جایی که ما بودیم. وارا پس چاروالی قرض نمیگیره حال زیاف خب همینجا دیگه قرض نگیره یا کس نمیگه که روز خدا بگاه کنم میگه ما کار نشه ما اینجا باشیم کلاگ اونجا میاد اونجا کلاگ اونجا پس کم کم دسلاف کردین نکردین ما اینجا امید داریم با آینده اگه آینده امید نباشه حال هیچ چیز نیست حالا خوش چیز نیست والا با آینده یک چیز اگه خداوند دولت چی بتا به حساب بوجا را پاک کنه بدوانه چی کنه جایی که بودیم از وقت اجاره چه بازی جا کمی نکنه کجا بدین شما ما دمی چی بدیم به حساب از می کوچه کافروشی جاده میوان چوک پیش شده به حساب آفرین سر سرک آن سر سرک به حساب پیاده رو سر پیاده رو آن سر پیاده رو حالا مردم هست اونجا خب آن حال فریمان است او غیر رسما کار میکنه غیر رسما چی نیست به حساب وقت برای شب روز نمیمونه خب مگم کمی اوار میکنن کارشان میشه شما دیگه اینجا هستین جای به خود گرفتین ما دیگه توکل به خدا اومدیم زیادتر مردم اینجا جای گرفتن ولی پس رفتن و دیگه اقتصادشون خراب است میگه اینجا باشین چی بخوریم تو به حساب به چی ندارم میگه بیا یا اون طرف انتخاب کنه اینجا انتخاب کنه اینجا از شما دسلاف چیز شده نشد یک 50 روپیه سودا کنسته بگیرم 50 روپیه چی شد 50 روپیه خوب 10 روپیه زیاد بونه 20 روپیه راه میتونیم ولی به حساب رمضان یعنی 50 روپیه میخوره این تو گپا مشکلات زیاد 50 روپیه میخورین بود براتون جای رستوران گپا هست اینجا دیگه کراچی خانه دستشو یه چیز نه چیز فعلا ندیم ماجی تبلیغیا میریم خب مجلس نزدیک است وزیر ما اینجا میخوانیم در سر کراچی باز روزای چی به حساب عادی دیگه نان میخواد نان اینجا جور میکنن کراچی بین خود جور میکنن دیگه نه بین خودم کراچی مفروش آماده است خب میارن قابلی و لوبیا می چیز عادی به حساب خوراک جنس وطنی است یا ایرانی است گاد است هر رقم پیدا میشه چینی هم است وطنی هم است ایرانی هم است بهترش فعلا دیگه
که وطن زحمت بکشه وطنی خوشه اگه نکشه اگر نکشه خو هیچ است هیچ است به خاطر تو چینایی است که در با ارزش نداره تو چینایی است که 2 سال تمام میشه این تو گپ خاطر که چین در تولید و اقتصاد اول است خوب است دیگه همین او دیگه تجار چی بگه اون فرمایش او کار میکنه بعد کارش دیگه تجار خراب میکنه شرکت والا خراب میکنه دیگه گفتنی داشته باش لاله برم گفتنی با مردم باشه با مردم بگو که بیادر کاربارش من مردم است دیگه مردم هم ناچار است خو نمیال بیان صبح تمیال ما خودم ناچاری اینجا آمده گفتم باش آینده اگه خوب شوم اینجا کاربار ما شو خدا خوب کنه اگه ما میال دمی یک پنج جدگه هستم در روز که دید ما در بازار میرم در بازار میرم ما ناچاری میرم ما پیسه مو خرچید خوب بکشید پیسه خرچید که نباشه دیگه از کی قصد کراچی است باز نمیبری کراچی روی زمین آوار میکنه روی زمین آوار روی زمین اون باز میشه روی زمین که شدم خدا مهربانه به خاطر که مردم مخته است در عید می اومدن آفرین حال بازم میان دیگه خب مشتری داری از خود مشتری خوب است هم تیر میشه چشمش یک چیز بخوره سرا میگم یا بگی برو ارزان است بگیرم اینجا دیگه سابق اون چقدر روزانه پیداگر بود پیداگر اونجا تو چیز خاص نبود خام روز میشد مثلا 3 ساعت 3 و نیم ساعت انقدر فایده میشد فایده مکمل و اینجا فعلا اینجا دیگه هیچ جمع چینم تقریبا 2 ماه شده که آمدیم اینم به حساب مالک 5 سال نشدین که بگین کار چمن است یا خداوند مهربان است خیر بینی خدا شما را خیر بده زنده باشید خیر خدا خیر بده دوستان عزیز شما هم برنامه را تعقیب کنید دوباره برمیگردیم صحبت‌های ما با وطندارای ما باقی مانده اینه میگه روزه هم خوب میگذره در کنارش گرمی است یا نیست گرمی شده هوا نسبتا زیاد گرم شده سلام علیکم خوب است انشالله صحت دارین بخیر هستین پختو وای که پارسی پختو خا نو مبارک درته وای سید جمال د کوم ولایتي د ننګرهار کور دلته کې ننګرهار کې ده نام دلته ده ژوند څنګه تیریږي شکر د الله فضل غریبي کیږي او شکر دا غرفه ده کله څنګه غرفه ده زما خو هغه مخ کې ده شالته ناس غرفه او امون یک ششته بود امون غرفه ازی است خ جنسونه سره خ مال سره و مال هم خو مال اچولې ده خو بازار یو زره کمزور ده وخت سره بخشي ان شاء الله وخت سره بخشي تمل رو ورته امید لرو مردانه ته کڅو ده او زنانه په سودل ده نو تکیه هم سره قسم شته ده د مردانه کې 100 روپۍ متر هم شته یو نیم سلم شته 200 پورې هم شته آفرین او زنانه بخمل د ابریشمی یو سلو دیر شوی تر سلو پورې شته موږ سره په دغه ورځو کې چې فعلا روزه ده څوک اخلي که نه اخلي درته وایه و خدا کار کیږي خو دومره نه لکه بوزګي کې څومره شکیده په بوزه کې خو په روزه کې بیروبار کم سوای ده یا ګرمي ده یا خلک ګنګس نه راوځي څنګه کنه خو خلک هم د روزه تاثیر لري لګ او روزه تاثیر لري او بل څه ده چې دا بعضی دکاندارانو دکانونه هم نه دي خلاص کړي بعض د اجناس دي چې هغه په روزه کې نه وځي ښه او دکانونه بند دي نو بیروبار کم دی بیا او بل دا چې خار کې بیرته ماغه غڼه ګونه ده دلته خلک کم راځي ان ټول د فروشان ټول خار ته بیرته خار ته تللی دي نو ځکه دلته غڼه ګونه دا خو غیر رسمي کار دی چې تللی دي کنه او تاسو جاج این سوي دلته دا زه ته ان شاء الله او نام خدای ته به موقعیت کیم دا ګوره اوله په څه کې راځي او خو موقعیت دی اوله کې راغله که څنګه سي موقع در که خپل انتخاب کړی دا نه هم دی راکوله ټول توزیع کړه بس یو سات نه خلک نه ول خپل نه دنه طالع درلودلی مګم تا ګوره اوله غرفه ده که دویمه غرفه ده په اوله کوڅه کې او بله نن اسلاف کړی ته او مردانه کې زنانه کې نه نن مې چادر خرڅ کړی دی چادر خرڅ کړی زنانه کې او ښه چې پاتې سوي دي که نه و ښه ده نو بس هغه نش نه ښه ده هغه نس نه ښه ده شکرګزاره یو پی او شکر باید شکرګزاره وباسو او په هر حالت کې شکر باید او بیا خدای مهربانه ده او ان شاء الله روزه څنګه تیریږي شکر دا ولا روزه ښه ده روزه کې وګه کې کته کې درته وای یاره طبعا سړی لګته کېږي ګرمي سویاو ده او ګرمي شو څو ورځې کې ګرمي سوي ډیره ده او کوم پیغام خلکو ته لري خو وای خیر وسی ولا شنه لر کور وطن خیر وسی این طرف هم خوب است بعضی دکانایی که باز است
اونو یک دسلاف دو دسلاف کردن، ولی مهمی است که باید باز باشه، چون اگر باز باشه مردم میای، اگر نباشه خب طبعا هیچ کس نمیه. نام خدایت یک جنسای لوکس هم آورده، شاید وطنی باشه یا ایرانی باشه ولی بسیار مقبول است. شما ببینید تصویر زنانه است، دخترانه است، رنگ چپلی بود. خوبش نفرش نیست ولی خوبش هست شاید ارزان هم باشه. بس تاثیر داره سر من. بیا خیر باشه. بینندگان عزیز، این هم بود برنامه امروز که آمدیم به ساحل چمن حضوری. بیروبار مردم کم شده. شما هم در جریان برنامه دیدید که واقعا بیروباری که قبلا بود در بوزگی بود و قبل از روزه کدام ازدحامی که در اینجا وجود داشت یک ذره پیشرفت هم صورت گرفته بود، کاروبار هم شور خورده بود، مردم هم میشد غریبی میشه. ولی امروز که میبینیم شما هم چهار اطراف میبینید مکمل ساحه بسته از بند کرده و دستفروش ها هم نامدن. میگه بعضی از اجناس از گفته برادر ما که فروخته نمیشه در ماه رمضان، یعنی استفاده زیاد نمیشه. که استفاده نمیشه وزنا هم نامدن بسته کردن و بازار هم تاثیر داره. و یکی گپ دیگر روزه هم هست که بیشتر مردم نمیبرایه به خاطر روزه زیاد خرید نمیکنن. خرید که کار روزمره است ایده اینجا میباشه ولی اونا نمیفهم که چرا. خب تا برنامه که باز هم رقیب رفیق خدمت شما خوبان قرار بگیریم. شما را به خدمت یک تا و بی نیاز میسپارم. میشه افغانستان تل افغانستان زنده باد افغانستان.